داستان اصلی اسکین من چی؟ ماجرا از اونجای قرار داره که یه دونه استیو داشته اینجا نانایی میکرده که یه ویلیج میبینه. وقتی که بیشتر گردش گذار میکنه میبینه که بلک اسمیت داره. وقتی رفت شد در چستش رو کرد یه دونه آب خیلی جالب به اسم آب جادویی. استیو برداشت و اینو خورد. اولش براش هیچ اتفاقی نیفتاد تا اینکه اون افکتای خیلی بدی میگیره و خیلی کمتر میتونه راه بره. استیو بعضی از افکتاش میره و میگه که خب دیگه خوب شدم و میره توی یکی از این خونه‌های ویلیج. میخواد که از خواب پاپ میشه میبینه که یه همچین اتفاقی براش افتاد. یه دونه موجود کاملا آبی با چشمای قرمز، یه تاج روی سرش و یک سری علامت. وقتی بیشتر گشت و گذار میکنه به این توپ عجیب و غریب میرسه. که این یه بیماریه و اون به این بیماری مبتلا شه.